دوستان عزیز، خدمت مادر وطن برای هر یک فرزند فرزانه ملت این قرض است. برای همین دوستان عزیز امروز درباره خدمت حربی صحبت میکنیم. لایک میمونیم، پادلیتسا میکنیم و میشنیم به حضور تماشا میکنیم. السلام علیکم پدران، مادران، برادران و خواهران عزیز، خوش آمدید به کانال همنوا. با شما هستم علی اکبر. دوستان عزیز، یک خبر خوش دارم که بسیاری ها خوشحال میشن، چون که این خبر رو بسیاری شما انتظار بودین. بسیاری میخواستن که برای خدمت نرفتن چقدر مبلغ بسپاریم که به خدمت نرویم، حالا که باید هم پول بدیم و هم یک ماه دیگر خدمت کنیم. با این خاطر دوستان عزیز، من پراترم اشو میفهمونم برای دیگر نفران جوانانی که سن و سالشون به خدمت یعنی تیار شدگی میخوام هم بفهمم ببینن، یک تا لایک مون و ویدیو را در ایمود حاضر پادلیتسا که و هم بکار نشینن تماشا کنند و همین خبر را بشنوند. یکم سوال شما برای ما چی است؟ نرخنامه برای به خدمت حربی رفتن چقدر است؟ یعنی که برای به خدمت نرفتن 25200 سومون است. دوستان عزیز، 25200 سومون. یک بار دیگر میگم که بسیاری شما میگن که چقدر، باز میگم که 25200 سومون. این به کجا میرود؟ با سوال میدهید. با سوال میدهید که ما پول میتیم و این بلیط هم میگیریم. نه دوستان عزیز، پول میدهید و میروید یک ماه دیگر خدمت میکنید، یعنی که در اونجا با قوه‌های مسلح داخل شده و در اونجا با اسلحه و با دیگر چیزها شما را شناس میکنند. این بود سوال شما، به شما جواب دادم. دوم در این است که آیا پولی که ما به خدمت حربی میسپاریم به کجا میرود؟ یعنی که کی میگیرد و به کجا میرود، داخل میشود؟ دوستان عزیز، پولی که شما میدهید این پول به صورت حسابی وزارت مدافعه میرود و به وزارت مالیه. برای همین تشویش نکشین، به یگان کسی بیگانه نمیرود، تنها در بودجه دولت میماند. قانون برای چی به امضا رسید؟ جناب یالی خواست که جوانانی که سن سالشون به خدمت حربی آماده است هوسمند گردانی کنند و آنها آزادانه به کجا روند؟ به خدمت. به همین خاطر تشکر میگویم به جناب یالی. دوستان عزیز، با سوال ها باشد حتما در اینستاگرام ما در روی اکران میبرد، حتما در آمده پادلیتسا میکنیم، لایک پادلیتسا میکنیم ویدیو را که دیگران ببینند. تا ویدیو آینده در پناه خداوند. امام علی رحمان در سمت رسیدن به صنعت کنانی با سرعت کشور به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان در مساحت 0.7 هکتار زمین ساخته به استفاده داده شده است. مدیکال با استحصال موادهای طبی از جمله سیستم یک کرته برای گذراندن محلول ها، نقاب محافظتی یک کرته، آینه گینکولوژی، سوزن داخلی واردی، سوزندارو با اندازه های گوناگون و محلول آنتیسپتیکی روانه گردیده در مقیاس مملکت یگانه دانسته می شود. دستگاه و تجهیزات و خطای استحصالی کارخانه اوریومدیکال از کشورهای پیشرفته جهان از جمله جمهوری مردمی چین، ژاپن، پولشا و دیگر دولت‌ها وارد و با جلب متخصصان وطنی وصل و نصب گردیدند. اثنای شناسایی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با روند استحصالات اطلاع داده شد که با مقصد راه اندازی تولید محصولات در اساس معیارهای جهانی، کارمندان کارخانه نازکی‌های کار با خطای استحصالی را در جمهوری مردمی چین از خود کردند. تجهیزات و دستگاه‌های کارخانه جمعیت اداره مسئولیتش محدود اوریومدیکال از کشورهای پیشرفته جهان وارد و مسئولیت گردیدند. قبل از آنکه در این کارخانه فعالیت خود را آغاز نمایم، نوزگاه تکنولوژی ها را در جمهوری مردمی چین پورا افزود کردند. در این کارخانه به حیث مهندس تکنولوژ خود را فعالیت می‌کنم و کوشش می‌کنم که سهم خود را در هدف استراتژی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان یعنی صنعت‌کنی با سرعت مملکت گذارم. ما اعلام می‌کنیم که در وطن عزیز ما صلح و ثبات کامل پایدار است و برای ما شهروندان تمام امکانات‌ها برای فعالیت در دلخواستندها مهیا می‌باشد. استحصالات کارخانه معاصر صنعتی در پایتخت مملکت عوض کننده واردات و صادراتی میباشند. اقتدار استحصالی کارخانه در یک روز 138,000 دانه سیستم یک بار استفاده شونده، 273,000 دانه نقاب محافظتی یک کرته،
11000 دانه آینه گینکولوژی، 13000 دانه محلول های آنتیسپتیکی، 400,000 عدد سوزندارو با اندازه های گوناگون و 41000 دانه سوزن داخلی واردی می باشد. با اطلاع مسئولان در یک سال امکان است که در کارخانه 50 میلیون عدد سیستم یک بار استفاده شونده برای گذراندن محلول ها، 100 میلیون عدد نقاب محافظتی یک کرته، 15 میلیون عدد سوزن داخلی واردی، 3.5 میلیون عدد آینه گینکولوژی، 150 میلیون عدد سوزندارو با اندازه های گوناگون و 5 میلیون عدد محلول های آنتیسپتیکی استحصال کرده شود. کارخانه امکان دارد که در آینده استحصال سوزندارو با اندازه های گوناگون را به 300 میلیون عدد رساند. به فعالیت آغاز نمودن کارخانه اوریومدیکال امکان می‌دهد که واردات این نوع مواد طبی از خارج به مملکت کاهش و طلبات اهالی با چنین محصولات از حساب استحصال کنندگان وطنی پورا تامین کرده شود. با مورد استفاده قرار گرفتن جمعیت دارای مسئولیت محدود اوریومدیکال 200 نفر شهروندان مملکت که اکثرشان زنان و بانوان میباشند در دو بس با جای کار دائمی و معاش خوب تامین گردیدند. فضای صلح و آرامی و صاحب استقلالی تاجیکستان میکنم که مرد با شرافت این ارزش ها صاحب جای کار دائمی و معاش خوب گردیدم. طی سالهای اخیر بنیاد چنین کارخانه های معاصر استحصالی امکان فراهم آوردند که ساکنان پایتخت مملکتمان شهر دوشنبه با جای کار موافق تامین گردند. خوشبختانه من نیز در برابر ده‌ها نفر دیگر در این کارخانه معاصر استحصالی با شغل دائمی تامین شدم. به واسطه میnnتداری خود را به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی میرسانم که برای ما چنین شرایط خوبی کار و فعالیت را تامین مینمایند. کارخانه اوریومدیکال دارای 4 میدانچه استحصالی و حجره‌های یاریرسان، یک میدان وصلکنی، اینچنین انبارهای محصولات خام و تیار می باشد. کارگاه وصلکنی کارخانه از 6 قسمت عبارت بوده. تجهیزات آن از جمهوری مردم چین و الکترونیک و کامپیوترها از ژاپن دسترس گردیدند. در میدان سیخ قالبی اوریومدیکال 4 تجهیزات از جمله نیشه ساز و چشمک برار وصل و نصب گردیده امکان است که در یک روز 400,000 دانه قسمت‌های علاهیده سیستم یک کرته استحصال کرده شود. موادهای طبی استحصالی کارخانه پس از پورا وصل و نصب گردیدن مورد آزمایش قرار گرفته بعداً بند و بست می‌گردند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن بازدید از شرایط خوب کاری برای زنان و بانوان مملکت در کارخانه نو استحصالی در شهر دوشنبه با اقدام صاحبکار وطنی بهای بلند دادند. میnnتداری خود را به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی میرسانم که محض با دستگیری آنها این کارخانه استحصالی با فعالیت آغاز کرد. من قبلا خانه‌نشین بودم و با شرافت استقلالیت دولتی در این کارخانه با جای کار تامین گشتم. وظیفه من در کارخانه اوریومدیکال از جابجاگذاری محصولات آماده می باشد. در این کارخانه تمام شرایط کاری برای ما زنان و دختران مهیا می باشد. با استفاده از این شرایط کوشش میکنم که در تامین هدفهای در پیش گذاشته شده سهم خود را گذارم. در حقیقت در کارخانه اوریومدیکال برای ما کارمندان همه شرایط فراهم گردیده است. ما زنان دختران تاجیکستان اظهار سپاس خود را و پرزیدنت مملکتمان و رئیس شهر دوشنبه میرسانیم که محض با دستگیری آنها صاحبکاران وطنی چنین کارخانه‌های مساعد را ساخته و استفاده می‌دهند. ما در جواب بر همکاری‌های رهبریت عالی مملکت کوشش میکنیم که سهم خود را در حفظ دستاوردهای استقلالیت گذاریم و برای خلق و وطن عزیزمان خدمت نماییم. مورد استفاده قرار گرفتن کارخانه معاصر استحصال موادهای طبی با اقدام صاحبکار وطنی در زمینه هدایت‌های همیشگی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در شرایط فعلی جهان که نارسایی این گونه محصولات در برخی از دولت‌ها الکی به مشاهده می‌رسد خیلی به مورد می‌باشد.
محصولات تیار کارخانه بعد پورا بند و بست شدن به حجره بی‌ضررگردانی داخل و در مدت 8 ساعت با اکسید اتیلن بی‌ضرر گردانیده می شود. میدانچه بی‌ضررگردانی کارخانه از 2 تجهیزات از جمله کامرای مخصوص بی‌ضررگردانی دارای اقتدار 18 متر مکعب، کامپیوترهای نظارتی و تکنولوژی‌های پیشرفته جهانی عبارت می باشد.